ما کلا اگه 80 سال 85 سال عمر کنیم کلا 4000 هفته عمر خواهیم کرد. نگاه کنی میبینی واقعا اونقدر طولانی نیست. 4000 هفته چیزی نیست. هفته پیش به همین راحتی گذشت، یه هفته کم شد. 3999 هفته، 3998 هفته. تازه ما اگه 30-40 سالمون باشه نصفش رو اومدیم. 2000 هفته مونده. این 2000 هفته رو چطور میگذرونیم و به چی توجه میکنیم؟ مهمترین جوری که تو روزها و ایام تو میگذرونی این آنات میرنده را، آنات میرنده، آنها، لحظه ها، این آنات میرنده، لحظاتی که یکی پس از دیگری دارن جایگزین میشن رو میگذرونی، جوری که در واقع زندگی تو میگذرونی. و اینکه چطور این لحظات رو میگذرونی ارتباط مستقیم با این داره که توجهت تو هر لحظه کجاست. به چی داری توجه میکنی؟ به حرفای گذشته، به باورهای قدیمی، به نظر بقیه، به حسرتات، به فکرهای بیهودت، به اندیشه های بیفایدت، و یا به شگفتی این لحظه، به خدا، به عشق؟ توجهت کجاست؟ هیچ وقت به هیچ شکل در هیچ زمینه‌ای با هیچ کس من قابل مقایسه نیستم. من یه دونه برفم، من یک برگ یه درختم، من کل کائناتم، من یکتا و بی همتا هم. و دلیل یکتا بودنم این نیست که از همه جدا هم، با همه فرق دارم. یکتا هم چون با همه یکی هم، کل کائناتم و به همون اندازه یکتا و یگانه هم. منحصر به فردم من. تو منحصر به فردی. اگه فکر میکنی نیستی اشتباه میکنی. هیچ کس شبیه تو تا حالا نبوده. هیچ کس. اگه کسی دقیقاً تجربیات تو، شرایط خانوادگی تو، مختصات جغرافیایی تو، حالت شیمیایی بدن تو، بیولوژی تو، نورولوژی تو رو داشت، خودتو با اون مقایسه کن. اگر پیداش کردی اونم وجود نداره، پس دست از مقایسه بردار. هر یک نفر که بتونه حسش رو مثبت نگه داره، ذهنیتش رو مثبت نگه داره، حالش رو خوب نگه داره، داره به خودش، به دیگران، جهان پیرامون و تمامیت هستی لطف میکنه، کمک میکنه. چون ممکنه شما بگین ای بابا این همه آدم همه مشغول جنگ و جدل و دروغ و ریا و حالا مثلا تو این داستان من یه نفر مگه چه تأثیری میتونم بذارم؟ تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید؟ تو یکی نئی هزاری، تو چراغ خود برافروز. تو نگو ای بابا من یه نفر، حالا اصلا مثبتم فکر کنی چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. تو چی کار داری که بقیه مثلا حرفای بد میزنن، دروغ میگن، کار بد میکنن، فلان، وای چقدر بد شده جهان، تو به این چی کار؟ تو کار خودتو درست انجام بده و بدون که تو یکی نئی هزاری، بدون که تو میتونی تاثیر خیلی عظیم ایجاد کنی. هر چقدر تعداد آدم هایی که حس مثبت دارن، فکر مثبت دارن، حال خوب دارن بیشتر میشه، هر یه دونه‌شون به شکل تصاعدی در تصاعدی تاثیر میذاره. عرض کردم جذر 1% جمعیت یک جامعه کافیه برای اینکه چنین تأثیری به وجود بیاد. ولی این هم در حوزه رفتارهای مثبت صادقه، هم در حوزه رفتارهای منفی صادقه.